کریمی بعدش پشیمون نشدم. آقا من ایشونم نه این میکروفون بخواد. چه خبر غیری؟ چه مظلومی هستن با 2 نفری. میکروفون بهش بدید بابا رو میاره جلو چشمون. به خدا میترسیم بهش میکروفون بدیم. حسن ریاضی. نه من الان قشنگ میکروفونو میدم اصلا بابا من خوابه الان جلو چشم نمیاد. خواهرم با شما کاری نداره. حسن خدا وکیلی اگر به افتخارش الان خوب دست نزنید بعدا پشیمون میشید. به نام خداوند. بگو اگر روزی رفتی استخر در آب استخر دیدی که یه آقایی بی تحرک تو آب استخر وایستاده و به یه نقطه خیره شده، اون داره کاری رو میکنه که نباید بکنه. یکیشون هم گرفتن با چک و لگد از استخر بیرونش کردن. این چه کاری بود مرد استخر؟ گفت همه این کار رو میکنن. گفت همه این کار رو میکنن اما نرو دایی. این دایشون چه؟ چکار کنیم میکنم؟ افتخار من دست باشم. انرژی هست؟ با آقای دکتر در حدود 1 ماهی میشه که هر شب خواب رسیدیم. دکتر گفت دقیقاً برای توضیح بده چه خوابی میبینی؟ با آقای دکتر شبها خواب میبینم که با خراب فوتبال بازی میکنم. دکتر گفت من برای یه قرص مینویسم از امشب بخور دیگه هرگز خواب نمیبینی که با خرها فوتبال بازی کنی. با آقای دکتر نمیشنست مرداشون بخورم گفت واسه چی گفت امشب فینالش خواننده نیستم، من یک شومن ساده‌ام. دوم باید بگم با همه احترامتون زیر نویسی شما درست؟ موهاتو خیلی جلوشو کوتاه میکنم. بعد به هم دیگه بگم اشکال کجاست. کاری اوقاتم هر رشا رو شاید باز میکنم. از این خوبه. از خوشگلی فقط کچلش به مایرس رسیده. از این قریبه. یکی از رفقاش خیلی عظیم یه رد شده نمیده. یکی از رفقاش کاملا تاسه رفته بود همون برای شما دست دارم حلکی حلکی بچه معروف شدی. آقای محترم دیگه قرار نشد نقش پلنگ به صورتی نمازه کنم. اینجا آرتیست منم. با من درست صحبت کن. دستتو بندازم. یکی از رفقاش تاسی رفته بود همون با کفشور همون کله‌شو شسته همش اسیده دیگه پوست کله‌ش سوخته بود. بهش بدم مرد حسابی روش رو بخون بعد مصرف کن. گفت اتفاقا خوندم نوشته بود برای سطوح صاف. ساعت فیزاده است ساعت مدرسه موسیقی خواهش میکنم به خطرشون از اصفهان اومدیم. این حرفایی که در مورد اصفهانی قدم میشه من قبول ندارم. میگه بیزینس چیست؟ کلمه ایست که اصفهانی وقتی که یک دوچرخه رو میگه که زین نداره میگه دوچرخه بیزینس. شامپاین چیست؟ شامپاین وقتی اصفهانی میخواد بگه بفرمایید شامپاین. شما نباید اصفهانی تو اتوبوس حالش بد شد. توی نایلون اون کارو کرد. و تهنیلون رو سراخ کرد و از شیشه گرفت بیرون. این آبش میپاچه تو سر صحبت مسافران. میگفتن بنداز اون لعنتی رو. میگفت میخوام برم جاشو ببرم واسه مرغان. خیال نمیشه که. میگه برنامه رو به جون خودم مردم حمایت کن از من.